دستتان هم فکر میکنم دست ما مایی بس مایی به 1366 هستم. اما 34 سال 35 سال از کراچیوان هستم. 1 لخ قرضدار هستم. به همین کیلر هم قرض آورده. راستش میگیره چپش نمی چپ هست دیگر. نیخ راست از چپی نیست. دست راستم نیست. ما دست راستم فکر میکنم. میگه فکر کنم دست راست نیست فکر کنم دست راست میست. یکی یوم دو یوم سه. چال در کاکو جان خوب هستی؟ شکر صاحب سلامت باشی بخیر. چطور از وضعیت کاربار چند کار که دیوای سر؟ دعوای سر فعلا هیچ کار نکردیم. اونم کیلر 50 خریده مال 40 میتل بود. نیست از صبح آمدی؟ از صبح آمدیم از ساعت 6 بجه تا فعلا. هیچ کار نکردی؟ نه مال ما مونده صاحب. چی کار کنیم خلاص شوه که بفهمیم که اینا کار کردیم یا نکردیم. راست میگی. چند نفر هستین در فامیل؟ در فامیل فعلا 7 نفر هستیم صاحب. تنها شما کار میکنین؟ بله ما کار میکنیم. و دستتان هم فکر میکنم دست ما مایی بس مایی به 1366 هستم. اما 34 سال 35 سال از کراچیوان هستم. خدا مشکلتان حل کنه. از زمستان آمادگی گرفتین چیزی؟ نه چی آمادگی بگیریم ماش مایی بیمان را تا فعلا نگرفتیم. بیادر کار و غریبی خود بازار نیست. خدا مشکلتان حل کنه. و در کجاست خانه؟ خانه دم کوهای 500 فامیلی متره. یعنی از اینجا تا اوج امروز پای پیاده میره؟ پای پیاده میره. ما 8 بجه شب میره موتر نمیافیم با پای پیاده تا کوها میره. و زمستان هیچ آمادگی نگرفتین هوای سرد؟ از چی آمادگی بگیریم؟ مال 1 لخ قرضدار هستم. به همین کیلر هم قرض آورده. خدا مشکلتان حل کنه. ما یک بازی داریم خب؟ دو دسته برتان دو دسته پیش میکنیم یکش انتخاب کنین. یکش پیسه است یکش نیست. صحیح است؟ بله. خب چی کنیم؟ راستش میگیره چپش نمی چپ هست دیگر. نیخ راست از چپی نیست. اینو میگیری؟ نمی هست. با خاطر که همه چیز آدم راست بگیره خوب است نه؟ بله من دست راستم نیست. ما دست راستم فکر میکنم. کار میکنم. میگه فکر کنم دست راست نیست فکر کنم دست راست میست. اینا حالا حسابش کنین. ماشاءالله. خوشحال شدین؟ بله صاحب. حسابش کنین حالا ببینیم چند است دیگه نه به خوشحالی میارزه ان شاء الله یا نه؟ ان شاء الله. یکی یوم دو یوم سه یوم 4 9 10 500 ان شاء الله یک چیز میشه که امروز کار نکردین این فایدهش. خیر ببینید. خیر. دوستان عزیز لینکار مشاهده میکنیم کمپاین زمستانی هم در راه است. فکر کنین که ساعت 8 نیم شب است ولی تقریبا کاکای بزرگوار شاید از این ناوقتر در روی چادر کار کنن. بتونیم ان شاء الله خانواده دیگر نیست کمک کنیم. موفق باشین. سلام علیکم.